از اون آب گرم و آب سرد که بعد یخ میزنی یعنی رسیدیم یه محوطه خشک. حالا اینجا رو ببینید، قلعه قدیمی ورودی دره ابوقریب. قلعه رو ببین فقط شما. ماشاءالله اونجا فکر کنم از اونجا شلیک میکردن، تیر میزدن. حالا هرکی میخواسته بس خوردیم باید از تو آب کیلو جونله، آبش هم سرد، یخ میزنی یخ. این هم قلعه قدیمی که تو مسیر ورودی همون چشمه آب گرمه. میگن یه جورای زندان بوده، زندان. بذاره زومش کنه، زندان بوده. پیدا شدن یکی از دایناسورها، دایناسور